وقتی بزرگترین موجود روی زمین میتواند مرگ قریب الوقوع خود را احساس کند، با آخرین نیرویی که برایش باقی مانده، یک شیرجه نهایی را به اعماق انجام میدهد. برای همین است که صدها کیلومتر دورتر از خانه شنا میکند. این رویداد سقوط نهنگ نامیده می شود. ابتدا کوسه ها و مارماهی ها به سمت آن هجوم می آورند. سپس کرم‌های کوچک کنترل را به دست می گیرند و بعد سر و کله کرم‌های زامبی پیدا می شود. آنها اسید ترشح می کنند و چربی‌های نهفته در استخوان را آزاد می کنند. وقتی تنها مقداری کمی از گوشت باقی مانده است، با هم از حیات گیاهی جدیدی پشتیبانی می کنند. بدن یک نهنگ می تواند بیش از 43 گونه و بیش از 12499 موجود زنده را حفظ کند. باکتری ها از این مواد مغذی تغذیه می کنند. برای همین است که می گویند وقتی یک نهنگ می میرد، به صدها موجود دیگر حیات می بخشد. این فرایند نزدیک به 100 سال ادامه می یابد. هر جزئیاتی بخشی از یک طرح کامل است و هیچ چیزی هدر نمی رود. این حکمت باور نکردنی خلقت را نشان می دهد.